سلام و درود. من وحید بنیامریان هستم، زندانی سیاسی 32 ساله‌ای که الان در زیر حکم اعدام قرار دارم. خیلی خوشحالم که میتونم این پیامو از پشت میله‌های زندان اوین به شما مردم ایران و جهان برسونم. هدفم از اصرار بر انتشار این ویدیو، طبعاً با همه تبعاتی که میتونه برام داشته باشه، اینه که میخوام دفاعیم رو علنی بکنم. خب این رژیم از اونجایی که خودش خیلی خوب میدونه که هیچ مشروعیتی نداره، از علنی کردن دادگاه زندانیان سیاسی به شدت وحشت داره. پس آقای ولی فقیهی که میخوای ما رو اعدام بکنی و اینطوری ترس ایجاد بکنی توی جامعه، مانع گسترش جنبش بشی و در مقابل انقلاب سد ایجاد بکنی، میخوام بهت یادآوری بکنم که من و امثال من از خون جوانای آزادی خواهی بلند شدیم که توی تمام این سالها بی نام و نشان، بیان که خیلی ها بفهمن کی بودند و چی کردند و توی سیاه‌چاله‌های رژیم شما چه شکنجه هایی رو متحمل شدند، اما در برابر تو و خمینی سرخم نکردند و هزار هزار بر چوبه های دار بوسه زدند. پس یقین کن که اگر من و امثال من رو هم اعدام کنی، اما تکثیر میشیم، حتی اگه جنازه هامون رو مخفی کنی. و یقین کن که رژیمت هم از سرنگونی راه فراری نخواهد داشت. من به همراه 5 تا دیگه از دوستام توی محکمه‌ای به اعدام محکوم شدیم که هیچ شباهتی به دادگاه نداشت. اساساً قوه قضاییه و دستگاه امنیتی توی رژیم‌هایی که دیکتاتور و فاشیستی هستند، پایه‌های سرکوب و جنایتند و نه مجری عدالت و قانون. برای همین پاسخهای ما خیلی کوتاه بود. ما اصلا به رسمیت نمیشناسیم چنین دستگاهی رو و حرفی هم باش نداریم. خلاصه اون چیزی که گفته شد از طرف من توی دادگاه تو چند جمله میشه خلاصش کرد. اینکه ما اتهاماتی که شما زدید رو قبول نداریم. تماما تحت شکنجه بودیم، شکنجه‌های روحی و جسمی که تو تمام پروسه از بعد دستگیریمون وجود داشت. و دادگاهی هم که پیشاپیش نتیجهش روشن هست، چه فرقی میکنه که ما درش چه جوابی بدیم؟ لطفاً زحمت دادگاه‌های فرمالیتا رو هم به خودتون ندید، چون که بر مبنای حرف امامتون هر کسی که سر موضع باشه محضورالدمه و مستحق اعدام. پس من هم سر موضع هستم و تمام. این کل دادگاه ما بود. اما حالا میخوام پاسخم رو به 4 سوالی که تو این دادگاه مطرح شد در حضور مردم علنی اعلام بکنم خطاب به رژیم. سوال 1: چرا بعد از آزادی از زندان دنبال زندگی عادی نرفتی و چرا جوونی تو هدر میدی؟ پاسخم به رژیم اینه: حرام باشه بر من اون زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردمم باشه. کور خوندین. من نه به اون زندگی عادی برمیگردم و نه اجازه میدم که شما و پاسداراتون با خیال راحت زندگی عادیتونو با چپاول و ویرانی و قتل عام مردم ادامه بدین. این عین زیبایی زندگی برای من. انما الحیات عقیدت و جهاد. شما بعد آزادیم از زندان با دست خودتون منو تبعید کردین به بشاگرد. حالا من بچه‌های معصوم بلوچو که توی کپرهای محروم با نیش عقرب پرپر می شدن و تلف می شدن دیده باشم به چشمای خودم و سکوت کنم؟ بعد از اون طرف شما از جیب مردم و روی خون جوونا برای خودتون به تخت قدرت لم بدید و به قتل عام و ویرانیتون ادامه بدین. میلیون ها انسان رو زیر خط فقر نگه دارید و جنگ را بندازین و زن ستیزیتون و ستم مضاعفتون علیه ملیت ها و مذاهب و عقاید رو ادامه بدین. بعد من راحت سرام بکنم توی درسم، توی زندگیم، توی ادامه تحصیلم؟ هرگز هرگز. بذارید خیلی روشن بگم. من در شرایطی که زیر حکم اعدام قرار دارم شبا رو نه با ترس چوبهای دار شما که با
یاد دردهای مردمم روی بالش میذارم. گاهی با خودم فکر میکنم سرنوشت تلخ اون بچه‌های دستفروشی که روی پل آبر سیدخندان دستفروشی میکردن و 4 سال تمام جلوی چشام بودن. هم دوره‌های من توی دانشگاه خواجه نصیر احتمالاً یادشون بیاد. چی شده الان بعد 10 سال؟ کجاهن؟ چی کار میکنن؟ به کدامین گناه؟ خیلی وقتا ناله های اون پدر و مادر فقیری توی ذهنم، توی گوشم میپیچه و خواب از چشام میگیره که جلوی بیمارستان کرمانشاه بچه مریضشونه که نیاز به عمل داشت و پول نداشتند بغل کرده بودند و پدر میگفتش که وگر دستموز کارگری و کور ای همه پول جور بکم، و مادر زجه کنان میگفتش که چطور تونم بیل منالم بمری خدا هوار. حالا شما دم از زندگی عادی میزنید، دین فروش ها، کور خوندین، بذارید آب پاکی رو دستتون بریزم. الگوی من کیا هن؟ اشرفی ها، همونا که از اسمشون وحشت دارید، همونا که جوونیشون و کل زندگیشون رو، دار و ندارشون رو گذاشتن برای آزادی این مردم و آبادی این خاک، از کردستان تا بلوچستان خونفشان و از نیزارهای ماهشهر تا آذربایجان و تک به تک شهرهای ایران. سوال دوم این بود که آیا اتهامات وارده رو قبول داری؟ پاسخم اینه که کدوم اتهاما؟ برای وزارت تروریستی اطلاعات آخوندی و برای ساواک شکنجهگر پهلوی ماها همیشه متهم به اتهاماتی مثل تروریسم و چه میدونم مخل امنیت ملی و یاغی و باغی و امثال هم بودیم که پشیزی هم براش ارزش قائل نیستیم. اتفاقا هرچی بیشتر اتهام بزنید مطمئن تر میشیم به راهمون. ولی اتهامی که بابتش به مرگ محکوم شدم و بهش افتخار میکنم هواداری از سازمان مجاهدین خلقه، سازمانی که 60 ساله پای حرفی که زده واسطاده، با رنج و شکنجه و خون، و عهد بسته که سرنوشت مردم رو با چنگ و ناخن و دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاره و مبارزه ای رو که از مشروطه شروع شده با انتقال قدرت به مردم ایران و تحقق جمهوری دموکراتیک به سرمنزل خودش برسونه، با صداقت، با شرافت، با فدای بی‌منت و 120,000 شهید. به کسی هم باج نداده و نمیده. این هم آلترناتیوش. برنامه 10 ماده‌ای مریم رجبی، لغو مجازات اعدام، جدایی دین از دولت و من افتخار میکنم که جزء کوچیکی از مقاومتیم که اهل عمل و قیمت دادنه، نه فضای مجازی و خودنمایی و موج سواری. رهبریش یک زنه، مریم رجبی، که به شدت ازش وحشت دارید، کابوستونه. سرشار از درد و رنج مردم، ایستاده بر بلندای رفیع ترین قله های مسئولیت پذیری و فداکاری. تعهدش اینه، خوب گوش کنید. نقش مسیر ما این بوده و هست: اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خانه سرکوب و زندان و شکنجه و تیرباران گذشت، اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خانه اتهام و شیطانسازی و خنجر و خیانت عبور کرد، اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خانه 70 ابتلاع و آزمایش گذشت، آری ما در نبرد برای آزادی برای صدها 7 خانه دیگر حاضر و آماده ایم. سوال 3: دفاع آخرت چیه؟ پاسخ من به جلادای این رژیم اینه که من باید از خودم دفاع کنم یا شماها؟ این شمایید که باید توی یک دادگاه عادلانه مردمی در فردای سرنگونیتون حاضر بشین
و به یکایک جنایاتی که تو تمام این سالها مرتکب شدین پاسخ بدین. البته طبعا تو یک دادگاهی که شریعت آخوندیتون توش جایی نداره، حق برخورداری از وکیل رو دارید، حق محاکمه علنی رو دارید و باید بترسید از اون روز حسابرسی که در پیش دارید، چه تو این دنیا چه توی آخرت. اما اگر از من میپرسید، من شخصا دفاعی از خودم ندارم. من از مردم تحت ستمم دفاع میکنم و دادخواه همه برادرها و خواهرای عزیزم هستم که شما خونشون رو توی قیامها به زمین ریختید. از خدانور و کومار و روزبه تا آیلار و حدیث و سارینا و صفی بی پایان از بهترین بچه های این سرزمین. و سوال آخر، آیا توبه نمی کنی؟ همینجا با صدای بلند اعلام میکنم من برای آزادی ایران نه تنها بر سر جانم با شما چانه نمیزنم، چون از روز اول وصیتم رو نوشتم و زیر سر داشتم، بلکه جزم کردم که بالاتر از جان هر روز و هر ساعت عواطفم رو به عزیزترین هام فدای این مردم بکنم و باکی هم ندارم. آخه اگه من و نسل من و همه دوستای من که به همین اتهام توی زندانهای مختلف الان دارن حکم اعدام میگن، خواهر و برادرام، یا کسایی که زیر حکم‌های سنگین هستن توی زندانهای مختلف یا بیرون از زندانها هستند، اگر ما این قیمت رو ندیم، نسل‌های بعدی باید تاوانش رو خیلی بیشتر پرداخت بکنن. پس اگر قرار است که توبه بکنم، از خدا بابت تمام روزها و ساعتهایی که سرم رو توی زندگی شخصیم فرو برده بودم طلب بخشش میکنم. و حرف آخرم به شما جلادها اینه، شمایی که ذاتتون همون ذات پلید سال 67، حرف ما هم همینه. حرف من اینه، اگر بهای زنده ماندن دست شستن از نام مجاهد خلقه است، پس ننگ بر این زندگی، این از آن شما باد. درود به همه مردم شریف ایران. قسم به خون یاران ایستادم تا پایان.